یعنی واقعا که صدا دول عدو خوشه اشته یعنی ازم دن که نشنیدم اصلا نتونستم خور گرفته نه بابا همین تا آمازم کنیه دل فرفرک بری رخصیده صدا دول عدو خوشه عدو خوشه خب پس چرا عباس برار ما دروغ بگه با این قطع قیافی خو دروغ میگه بابا که نفهمی که اتیازی بخشی شام آمدم میفهمه من پشتم به درختا بودم همین تا خسکد آمدم کو بگی تبلزی این دوله جان وکی خو لیلی مرنمه خیلی بخونده که خیلی قیافه بگیری ای بخورم به شما چرا قیافه بگیرم بعد همه به شما آدم کلونه بعد بعده سکنی شما آدم کلونه تو چری تبی کنال میدرسته تاثر میزنی دیونه ما را کار غریبی هم مندختید و تو میگه بگه دوز داده که یعنی خوش دور خوشه صدا یعنی دور یعنی ازم دور خوشه چی خوشه صدا دول صدا دول آه پس عباس دروغ میگه برار تو یا راست میگه چی گفته برار تو ماما نوروز عباس مرماس امین لیلا همسایه ماماس ببره به ایران گفته گیلک عباس بچه خالمه چی گفت مرماس نیلیلا همسایه ببره به ایران گفته گیلک نرو بچه خاله جو صدا دول عدور خوش چی؟ عدور خوشه صدا دول عدور خوشه پس راست میگفته دیگه راست میگه دروغ نمیگه حالا ایمی دول کمت دول زدم همه مردم بشنیدم می که بشنیده که نتیسته خور نگاه داشته انجال همه که خور نگاه داشته نتیسته که فرق بری جانم پیش دو زنده باشین خدا حافظ ماما شاید خوش آمدید تو را سر دست تو را با دست بگیرم جام نارنجی گلیم رخسار نارنجی به دل دارم کمه تر پس بگیرم جام نارنجی گلیم رخسار نارنجی تو آهو بری من شکاری جام نارنجی گلیم یعنی گیلک جان اینجوری خیلی رخسار نارنجی خای جام نارنجی رخسار نارنجی بده که نزنی به کل مامه میگم هست تو کسی پرسان نیا بکنه یک وجبی تو چرا نور نداری تو بچه پیار خونی اگه شیر پیار و مادر خوب خونی تو یک دفعه دیگه بزن من بد کردم تو چرا برفتی علفا گو ملعطه خور گو موردشتی ببردی بندختی به پیش گو مردنی خو که پیار من بیامد اینجا پیار من مرا اثر خو بالا که بزده به تجو که تا حال نصف کل من درد میکنه خوبه دیگه با مکی با همی تا کاری کردو گیله من اصلا گو تو چی کار دارم با من به علفات تو چی کار دارم که من بیکار بودم که من برو من پیش گو خود تو بردارم بگذارم به پیش گو خود او بردارم ما به پیش گو علف انداختم نیه خو اگه بندختی هسته دیگه اگه نندختی نیه بابا جان من از اسیامیم تو میگی دول خیلیه گپا بیبی خدا بیامرزه من نجم کاکا برو من کار بیبی خدا بیامرزه تو چی میگو همیشه مثل تو همیشه مطلا میگذار برو مثل میگو وقتی کاکا وقتی سیبلی از اسیامیم دول خیلیه بقیه رشتون که دول خیلیه یانیه ما هم ازامین دول تو هم هستو وقتی برو مگذارسه که دول خیلیه وقتی که بابا من از ویدم خودی گفتم که تو نزنم خیلی باشه ما معتر رفته خونم عباس که بیای مهم بریم که بغداد بخری بخی کاکا بیه بخی برو بخی تو همون زهرا زحمت بکش که سکنون راست دروغ پیار من همون زهرا برو به قرض ماما به تو دایی میدم همون زهرا تو دم سلام ماما نوروز برو خب بگو ماما نوروز سیاه شما دول خیلیه یا پره چی بگو؟ برو بگو ماما نوروز دول سیاه شما خیلیه من معتل عباس و بایی بریم که بغداد و تار و خشکی بخری بابا رد عباس یلک و گردن و بند باشه من عباس نیه تو را خیلی میندازه به میوزا او بیزی خیلی میکنه تو به میوزا میندازه نه غرق میشی میری برات کار خو مگرم با همون پیس بیار مگرم عباس بخوره بی صدا برو جو برو که من معتل فی خونه برو وقت نگی برو برو من
برو. فکر تو اگه من پول دیشی به تو دایی میدم بخیر برو مگذارم. من نمیرم گیلا. 100 گپ به یک گپ. اگه ما برم پیش مامان روز راست خود میگه. یا خدایی برو به شاید به تو راست خونه. برو. برو. مطلب دروغ دیگه نگی نه جونی حالا فورت تو میزنم. تو خیلی راست گفتی. ما مال از تو بعد ببین عمر خو یک کلمه راستی میگفتی. شو میگم راست. ببین 2 تا رودی که در یک کلمه راست هسته. نه. خو خیلی بینی دیگه برو. ما از اسیا میام تو میگی دول خیلیه. سرتون دل بخوره. تا کاری حال با یاد گرفته میشه. ما از اسیا میام دول خیلیه. حالی دول خیلی باشه یا پر باشه تو با من چی ربطی داره به تو چی ربطی داره. ای خواب برنگ توشه. هر کی به تو بگه خود خوبه چام بنده میدهی. رمه تو دارو بیزار باش. دیونه روی دادم به دستی چوی دادم تو سلت میکنه. اشته دیونه بابا دیونه روی دادم به دستی چوی دادم. اشته دیونه دیره که میگم بابا رمه عباس بریو یاد داده که برو مردم بزن. وان چون وردشته شرقم بابا نوروز چپا کردن. من بزن. نرو که تو سلت. یعنی تو فکر میکنی که من مثل تو مامان نوروز زور گیله که ندارم بیخ گلویر بگیرم به دیوار میچسبونم حال با من دیونه روی میدم به دستی چوی به یک چپا اگه چور مو دستی نفتاد هرچی مستی بگوی چی خور فکر کرده مزون چری تو پاس میکنی براره من نرو که تو به تعجب اصلا هم عباس بزرگ گفته دیونه روی دی به دستی چوی دیوان وردشت شروع کرده و نه خورد و کلون نمیفهمه زنه شاختار باشه سکنو مریشتا میزنه برو اگه تو رزبون ایلیرن نخواهد شمیتی بگو برو بجی گیلک اگه دیونه بابا زی تا کارا زور خور میفهمه که با بالکی نشونده بابا دیونه روی دادم به دستی چوی دادم تو بگم میفهمی یا نمیفهمی خب من مال برون دیونه روی میدم به دستی چوی میدم برو غیرتی برو تو چی فکر کردی؟ بیخ کلویر بگیرم اون رو به دیوال میزنم او زور دست مر بدیده بابا من که به تو نصیحت میکنم از ما آدم میشنوی نرو با که تو کل شخی میکنی میری برو دو من با باخچه خومان برو مرا خود تیر نشون که گیلک استاده بابا تیاری بیار سوال چو برو با باخچه خوب خب صحیحه دیگه پس کولابار خور جمع کنیم شما از ایدی برین که دستی به عذابیم برو که تو رسل لحظه سکویر از زبون ایلهی با ما مندازیم یعنی با ما دیونه ترم از او که به دست من چی بدم بابا دیونه روی دادم به دستی چوی دادم من دو مرای میزنه تو بگم نمیفهمی من مثل از او دیونه شدم مفهمیدی؟ نمیدون بیزار باشه خود تو سوا کن به می گپ تو خوب اگه من کاری هم نداشته باشم به منجگاه الان به خاطر گپ تو میرم کسی کنم میشته دیونه روی دادم به دستی چوی دادم با مور به یک چپات با آدم میکنم نمیدون تو را زبون میندازه بیزار باشه صحیحه مرکب می قیافه و عذبون من دازم به من مرگ عروسیه دیگه پس رمضون بیا بری دیونه روی دادم به دستی چوی دادم برو ترسی برو رمضون بیا که تو از او دیونه تری به دست تو هنو چوی همنیه تو دیونه تر شدی رمضون بیزار باش بابا یالا کنید من برو رمضون بیا نرو بیا که دیونه روی دادم به دستی چوی دادم بیا که بریم بیا یا رمضون نباید کدو تو برو من نمیرم تو سیه برو دیگه برد من نهی بده نمیشتم اطلاع میگیره زندگی نوبل سلام علیکم اندلا باشه باید دیگه به تا کوچه چای میخوری بله به تا کوچه چای میخوری تصفر ما نون پخته یا خاطر کچیزه خاطر خیلی دوده بفهمیدی مثل که مادر تو خیلی مایه به تو نقلم بیاورده شیر غمه چرجلی زنی پیاله نداره به کیسا خوب ما با کجا بینم که پیاله داشته باشم به سرا پیاله چه کار میکنه هم به خودم به سر همی کوچه بیام یک پیالی اودی خدا خبر نداشتیم که جناب علی میان پیش نیام ماموشاگل جان یعنی مادر رمضان بستونه بچه شما خیلی بچه گندیه مردم میگن گندیه سرکوشی میشینه گندیه یعنی گیلک بیجانشینیه
خودی هم نشینی بکردی؟ نه بابا ما گردن عمل نشینیه. یعنی به خیرات عمومی به یک رانه میره خودیا. یعنی گیل اکمر به نفس آورده به نفس. ماما یک گپ بگم به حرفم میکنی؟ بگو. مادر از اون طلاق دیم بیای مادر مر بستونیم. من خیلی بچه خوبه بی جانشینی نیام. مادر تو گردنم بند باشه. بابا گیل گردن نویدون وقتم بدن. من همیتایی که من تور میبینم همیتایی که تور میبینم از رمضان دنده گردنم بند باشه نیه. از هر پام مولچه آزار نمیافه. ما میریم. قرار که دیگه نه که بریم مادر یلتیم. بگیم بچه تو بچه گندیه. من میرم مادر گیله نه که مادر گیله که میستنه خوب. تو میشناسه؟ کی؟ مادر تو میشناسه؟ کی مادر؟ مادر رمضان. ماما توفنگ هم زده باشه امروزی که شما خدا به دنیا داده که با ما خدا پسر داده. نه او وقتا توفنگ نبود دیونت او وقتا سازدول بود. ماما جا همسایه بانه دیگه بفهمیدیم ما بچه خیلی بچه گلیم گردنم بند باشه از من بیتر فکر کنون شما نباشیم. ما تعلیم خود منه اگه مادر تو هم بستونم از رمضان بدتری میشی. نباشی الاخره پول مولی نمایم ما پول مولی نمایم ام یک زمینی بده بخواه که من پیشکش نانمه. چندی باشه زمین؟ کی؟ زمین 90 جری. خود دیونه هم گردن شدم بیزاریم بابا. امو رمضان خود پرده خور میکنم بس امو رمضان هر چی بگه به هر چی میکنم. خدا کنه که من رمضان اگرازی شما هزار قبوله کنه میته بزنه به تجیب که تو به یک ما نفرین که مدر مکینم خوشی شما کینه او رو مویس بزنه که پیشی بجستون مویس بزنه به تجیب که پیشی بجستون. چوی تلخ بریدن دشمله نیه. تو امیت آدمی هستی که همیدوگاه 3 ساعته به پیش کشیستی و نگفتی چای بخورم. البته شما نون پخته داشتین که چای میخوری. خب از سراکو من صبح تنیره آتش میکنم. من از سراکو بیامدم تو آتش میکردی. البته من مادر شما نم و برای ما سراکو چای بخوری چایی که بمیخین میتید نقل اصلا به دندونا شما نقل میخوره جوردگی. البته به عمر خود بابا شکل وقتی برای که چای من آتش تنوری میکنی یا تو چای میخوری نقلا کپه میکنی. ماما جو که من از سوالات شما بفتا تا چایا بریم ماما. چرا مر میگشتون دیار رو؟ بریم اشتباه کردم من غلط کردم بریم. سلام علیکم من دلم باشی ماما نمیسی من دلم باشی.